سلام دوستان من، روزتون بخیر. امروز اومدم با یک فال بازگشت برای اینکه ببینیم آیا فرد مد نظرتون قرار باز هم به سمت شما برگرده یا نه. خب به رسم همیشگی پیج و چنلمون اگر از یوتیوب هستید حتما سابسکرایب کنید، اگر از اینستا هستید حتما فالو داشته باشید. دوستان تاروت خانی یک انرژی خانیه و برای همسوسازی این انرژی من به انرژی های شما چه از طریق لایک، چه کامنت، چه سابسکرایب احتیاج دارم. خب یک نفس عمیق بکشید، چشماتون رو ببندین، شماره 1 2 3 انتخاب کنید. خب بریم چینش کارت رو داشته باشیم برای اشخاصی که شماره 1 رو انتخاب کردن، ببینیم که آیا کیس عاطفیشون بازگشت داره یا نه. امیدوارم که هر جوابی که تاروت بهتون داد، هر توصیه‌ای که بهتون کرد به نفعتون باشه و بهترین ها براتون رقم بخوره. خب دوستان، میبینم که در گذشته یک شروع خیلی محکمی با هم داشتین، یعنی انگار که با برنامه ریزی پیش رفته و میشه گفت به طور قاطع همدیگر رو انتخاب کرده بودین، یعنی واقعا انتخاب همدیگه بودین. اینطور نیست که بگم یک رابطه سرسری بوده، نه. و چون این تاروتخانی یک تاروتخانی عمومیه، من همه جهاتش رو میگم، حالا هر کس مبنا بر اون شرایط خودش میتونه برداشت کنه از این فال. ببینید برای بعضیاتون میبینم این رابطه مربوط به محل کار هم میشه، انگار که توی محل کار حالا با هم دیگه آشنایتی داشته باشین و میبینم که شرایط سخت هم توی رابطه داشتین، یعنی میشه گفت یک رابطه سخت را تا الان گذروندین و باعث شده که ببینید طرف مقابل رفته، احساساتش رو ول کرده. این یعنی چی؟ یعنی نسبت به شما حس داشته که در حال حاضر به احساساتش پشت کرده و رفته. خب در حال حاضر طرف مقابلتون در حال یه جورایی ساختن و رشد شخصیت خودشه و داره به پیشرفت خودش فکر میکنه، ولی خب سعی میکنه با این کارها خودش رو مشغول کنه. چرا؟ چون به فکر اینه که با شما یک تماسی داشته باشه. به نظر میرسه طرف مقابلتون حتی میشه گفت یا از خودتون کوچیک‌تره یا یه مقدار میشه گفت پختگیش نسبت به خودتون کمتره، داره آدم خامی رو نشون میده توی رابطه و میخواد به سمتتون بیاد، اما از یه طرفی میخواد آزاد باشه، میخواد مثلا بعضی وقتا شیطنت کنه، آزادانه با بقیه هم چت کنه و این باعث میشه که یه مقدار برگشتش به تأخیر بیفته. اما من براتون حاجت روایی میبینم دوستان، توی 9 وعده آینده، میتونه 9 روز، 9 هفته، 9 ماه باشه، من بازگشت ایشونو به سمت شما میبینم. خب بریم سراغ فال اشخاصی که شماره 2 رو انتخاب کردم، ببینیم که شماره 2 آیا کیس عاطفیتون قراره بهتون برگرده یا نه. انرژی ها با من همسو باشه. شماره 2 آیا کیس عاطفی قراره برگرده؟ خب خبرهای خوبی تو راهه، اما خب آخرین کارت ها ندیدم. خب ببینید توی همون گذشتم طرف مقابلتون دو دل بوده، یعنی این دو دلیشو توی رابطه دارم میبینم و اینکه انگار یک قهر و آشتی هم قبلا داشتید، یه بچه بازی هم قبلا داشتید و دوباره رفت و برگشت و پیام بینتون رد و بدل شده توی گذشته دارم میبینم. یک میشه گفت سنگینی، یک مانع توی رابطتونه. من توصیه میکنم حالا
هم خودتون نگاه کنید ببینید توی طالعتون، حالا پیش همکاران من ببینید چک کنید که حالا طالع خودتونه یا طالع طرف مقابلتونه، رابطتون سنگینی داره، یعنی احتمال سنگینی یک دعا طلسمی براتون افتاده و این باعث این بچه بازی ها و دودلی ها قهرا میشه. و اینکه میبینم طرف مقابل میخواد برگرده، همین الانش هم میخواد برگرده و دارم توی یکی وعده آینده میبینم که یه روز، یه هفته، یه ماه میاد سراغتون، حتی دنبال اینه که یک کادو هم بهتون بده، از دلتون در بیاره. چرا؟ چون کاملا به شما اطمینان داره و شما رو مثل خانواده خودش میدونه و واقعا کنار شما شاده. اما من باز هم براتون مجدد کاتی میبینم بعد از این بازگشت. چرا؟ به خاطر این سنگینی که گفتم، رابطتون سنگینی داره. حالا یا خودتون دعا طلس دارید یا طرف مقابلتون، حتما پیگیری کنید دوستان. خب بریم سراغ کسانی که شماره 3 رو انتخاب کردن. ببینیم که اشخاصی که شماره 3 رو انتخاب کردن آیا کیس عاطفیتون به سمت شما بازگشت داره یا نه. خب دوستان، به نظر میرسه حالا برای بعضیاتون انگار توی محل کار این بوده که با هم دیگه آشنا شدین و این که حالا امکان داره برای بعضیا میتونه نباشه چون این فال عمومیه و این که برای بعضیاتون انگار که مثلا توی یک جایی که امضا باید باشه، مثل یک محل تحصیل یا مثلا کارهای اداری طور، یه جایی که مثلا امضا خودکار برگه بوده، همچین جایی با هم دیگه آشنا شدین و اینکه تصمیمتون برای این رابطه جدی بوده، شرایط سختی رو با هم دیگه حتی گذروندین توی مدت، اما طرف مقابلتون اونقدر که باید باهاتون صادق نبوده. یعنی من پنهانکاری دارم میبینم، دورویی دارم میبینم و انگار مسیرتون با توجه به اینکه گفتم سختی هایی داشته، خطراتی هم براتون داشته و حتی ممکنه بعضی وقتا شانس آورده باشین اونقدر که باید بهتون اون درد و رنج نرسیده. یعنی من واقعا دارم مسیر پرچالش و سختی رو براتون توی گذشته این رابطه میبینم. در حال حاضر طرف مقابلتون این رابطه رو کاملا کات و تموم شده میبینه و فکر میکنه که این کاتی به نفع جفتتونه و میبینم که سعی میکنه که به کارش، به درسش، به حرفش مشغول باشه و اینکه سعی میکنه تو همون راه تلاش کنه. ولی خب میبینم که حالا یک خبری ازتون میگیره، به سمتتون میاد، دارم میبینم که به سمتتون میاد. برای بعضیاتون هم انگار که یک فاصله مکانی هم بینتون افتاده و میاد به سمتتون. اینطور نیست که به سمتتون نیاد، ولی رابطه رو داره کات شده میبینه و اینکه من دارم میبینم این شخص پنهون کاره. خب من همه چیزایی که لازم بود و بهتون گفتم، حالا تصمیمش با خودتونه دوستان. امیدوارم که نهایت استفاده رو از این فال برده باشیم.